جمیله کومیلова از طریق فیسبوک به خاطر معالجه دو فرزند معلول خود بختیار 15 ساله و مهینبانوی 14 ساله پول جمع میکرد. فرزندان این مادر در پی یک اشتباه و معالجه نادرستی طبیبان از حرکت و پای روان ماندند. در صورت حسابی که باز کردند در بیش از یک ماه $4500 جمع شد. این مبلغ در یک روز از دست رفت. من در کلینیکای آرتمیس واقع در شهر گرگانی دولت هندوستان بودم و باید که مبلغ طبابت رو پرداخت میکردم. اما در وقتی که من کارت بانکی اگروینوست بانک رو در همون ترمینال موندم و من خبری آمد از همون ترمینال که کارت من محکم شده بسته شد از طرف بانک. رمزی مخفی کارت او را به جز خودش کسی دیگر نمیدونست. او به مرادعلی علی مردان رهبری اگروینوست بانک نامه نوشت و از قضیه گم شدن پولهای کارت پرسان شد. او در نامه خود نگاشته است که بانک عملیات پولی را به آگاه کردن او انجام داده است. حالا از بانک میخواهد که پول او را برگرداند. تو یک اندازه از بی‌احتیاطی خودشان شدگی است. این حالت دزدی شدگی است از صورت حسابی همین زن با پین کودی همین زن. این همون دزد قلاب شاید هنگام استفاده بردن جمیله از بانکمات باید به همون دستگاه مخصوصی که میتوند نسخه برداشته کارت همین جمیله را همین عملیات کرده است البته جمیله بخبر. کارشناسان میگویند مزاج محض به خاطر تامین امنیت نگهداری پول خود آن را به بانک میسپارد و بانک هم این عهدهداری را به ذمه میگیرد. برای نگاه داشتن مبلغ مزاج بانک جوابگر است. هم در حالتی همچون دپازیت ماندن و همچون برای نگهداری ماندن. از بانک به کدام واسطه و غیر میزند و یا با واسطه خطر رو میگن با واسطه میشکنن یا میگیرن یا که به دیگر صورت سوال میذارن این مسئولیت بانک است و بانک جوابگر به ذمه خود دارد. شرط نمود. از سوی دیگر کارشناسان را رعایت نکردن عادی‌ترین قاعده‌های بی‌خطری کارت پلاستیکی نگران کرده است. ماهیره که باری اول برای گرفتن پول خود از طریق کارت پلاستیکی به یکی از بانکمات‌های امانت بانک آمد اقرار شد که به کمک دیگران نمیتواند پولش را بگیرد. من یکم بار به همین بانکمات‌ها آمدم با واسطه کارت باید اویلیگ ما بگیرم ولی نمیفهمم یکم بار گرفتم. همین خیلی کسی میگم نشون میده. خیلی ما کد ما میفهمونم و یا دکی کدی ما میخله و یا میزنن ما یکم بار و یا رو نگاه میکنم دوم بار خودم اویلیگ مون نمیخله میزده گرفتم. که مثلا کد کنم بود میفهمن بعد آینده اومده پولتون میگیرن. نه وقتی کارت نباشه گرفتن نمیتونم. نه نمیتونم. کارت در دست ما خود نمیاد. متخصصان بانک مخصوصا برای آنهایی که به خارج روا دارند توصیه می‌دهند که ضمن استفاده از کارت خود خیلی احتیاطکار باشند. کارت خود و پین کد را به کسی نشان ندهند زیرا معلومات درباره مشخصات کارت میتواند جهت اجرای عملیات‌های تقلبی استفاده شود.